السلام علیکم الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من میخواستم درباره نماز ویتر، تا اونجایی که میدونم بعد تراویح ویتر خواندن در کار. حالا جایی که ما میخونیم تراویح اونجا ویتر نمیخونیم، میگوید که خانه رفته میخونیم، هم طوری است. ها، اگر امام گوید که خانه رفته خانتان گفت درست است. اگر رفت و امام خواند خانتان. دیگر برادرایی که مثلا من حاجی ها سوال داده ایستادیان در مکه یا در مدینه ویتر میخواند، آدمو برآمده میرد، یا در دیگر جا ما در مسجد هستیم وقتی ویتر میخواند مردم برآمده میروند. در این حالت این ثوابی کامل نمیگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من قام مع امامه حتی ینصرف کتب له قیام اللیل. کدام آدمی که همراهی امامش نماز خواند تا برگشتن امام، یعنی تا جماعت به آخر رسیدن، اگر در جماعت اشتراک ورزد کتب له قیام اللیل، برای این آدم نماز شبی پره نوشته میشد. یعنی در نزد الله تعالی نوشته میشد که فلانی و فلانی پسری فلانی از نماز شام تا نماز بامداد نماز خواند گفته نوشته میشید. اگر ویتر هم همراه امام خوانید، یعنی ویتر همراه امام خوانید به معنی که تا جماعت تمام شدن. اگر مثل مسجد شما امامش گوید که ویتر در خانه خوانیتان گوید و نخواند، بله شما در این حالت هم همون ثواب میگیرید. برای چی ویتر نمیخواند بعضی مسجد ها؟ تو برای آنکه بعضی آدم ها در خانهش رفته با تهجد خواندنی هست. مثال بعد تراویح میرد و خواب میرد 2 ساعت و با میخیزد تهجد میخواند و سحری میکند. برای همین وقتی تهجد که خواند آخرین نمازش باید ویتر شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ویترا، آخرین نمازتون در شب نماز ویتر کنید. بنابراین تهجد میخونن بعد ویتر میخونن. این آدمایی که ویتر نخوانده برآمده میروند، اینا نیت دارن که در خانه تهجد میخونن بعد ویتر میخونن. لیکن اگر ثوابی کامل خواهید ویتر همراه امام خوانید. اما مسئله رفته با تهجد خواندنی باشد، ما در این باره نواری تقریبا 25 دقیقگی داریم. خوب میشد که همون نوارش مونتون برای آنکه وای نوار 25 دقیقه من اون گپای تکرار نکنم. آدمی که در مسجد ویتر خواند، خانهش با اون تهجد خونده، با در آخر ویتر خواندنی شود چیکار باید کند؟ چون که ویتر 3 رکعت در مسجد خواند، در خانه 3 رکعت خواند و 6 رکعت میشه دلکه ویترش نیست میشه. لا ویتران فی لیله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک شب 2 ویتر نیست گفتن. برای همین 3 ویتر کردنش در کاروای. اول میبیاد ویتر میشکند، ویتر مسجد اند خواندگی 3 رکعت خواندگی 3 رکعت دیگه خانه 6 رکعت میشد، بعد تهجد میخونه، بعد در آخر با 3 رکعت ویتر میخواند. الله تعالی